بررسی فوری خبرها و بحث‌های روز. بحث و تحلیل حساس‌ترین موضوعها با اشتراک کارشناسان داخلی و بین المللی. نگاه عمیق با عدد و رقم و آمار و حقیقت‌گویی زیر دوربین. نقد و نظر با منتقدان و تحلیل و بررسی با مسئولان. روبرو با خبرسازان و چهره‌های تصمیم گیرنده. خبرنگاران ما با جسارتند و دید نواربرداران ما وسیع. ما حقیقت را با دلیل و آشکار بیان میکنیم، زیرا آزادی بیان با دلیل توأم است. جهان در جهان نما، روزهای شنبه با حافظ محمد علی. سلام و وقت بخیر. با برنامه نوبتی جهان در جهان نما با من حافظ محمد علی خوش آمدید. نوروز جشن قدیمی و فراگیر است که در تمام منطقه‌های آسیا و دولت‌های گوناگون جهان تجلیل می شود. نوروز جشن احیای طبیعت، بیداری زمین و تولد سبزی و شکوفایی است. نوروز از جانب یونسکو به فهرست میراث غیر مادی بشریت وارد گردیده است. انسان باید در هماهنگی با طبیعت زندگی کند. باید گفت که علم نوروز شناسی در تاجیکستان به دستاوردهای زیاد نائل شده است. دانشمندان تاجیک راجع به تاریخ و سنت‌های نوروز و تجلیل آن در شهر و ناحیه‌های مختلف کشور مطالب زیاد منتشر نموده و برای آموزش مقام بین‌المللی نوروز کارهای علمی برده ایستادند و این نتیجه سودمند می‌بخشد. در مقیاس جهانی تجلیل نوروز همچون جشن عمومی بشری نیز بر علا به چشم می‌رسد. تجلیل آن بر روحیه همگرایی سازمان ملل متحد به متحد نمودن جامعه جهانی در زیر ایدئال‌های بزرگ صلح و یکدلی همه آدمان نگرانیده شده است. در جهان امروز جغرافیای جشن نوروز وسیع‌ترین بوده. مملکت‌های را در بر می‌گیرد که از غرب چین آغاز یافته تا قلمرو آسیای مرکزی، سرزمین هند، قفقاز و روسیه، اینچنین مرزهای اروپای غربی و ترکیه، مملکت‌های عربی و افریقای شمالی طول می‌کشند. 21 فوریه سال 2010 در اجلاس 64 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دایره بند 49 روزنامه فرهنگ صلح قطعنامه تحت عنوان روز بین المللی نوروز با رضایت قبول گردید. همین طور جشن نوروز که 21 مارس تجلیل می شود مقام بین المللی گرفت. نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد و این نشانه آن است که مردم ما با حس احترام و سرفکاری این جشن زیبای اجدادی خود را تا زمان ما نگاه داشتند. در برنامه نوبتی ما در تماسند داوود خیومی، پژوهشگر، همزمان استاد دانشگاه لورنشن کانادا. تشکر برای فرصت مناسب که با ما امکان پیدا کردید تا در این برنامه دایر این جشن اجدادی هم کلام باشید. ما و شما در پیشروی یکی از جشن‌های بزرگ باستانی نوروز بین المللی قرار داریم. ما فارسی زبان‌ها میراثبران اساسی این جشن اجدادی هستیم. به فکر شما برای حفظ و معرفی هرچی بیشتر این جشن چی باید کنیم؟ مرحمت. در نخست فرارستن نوروز باستان سال نو و مردم شریف تاجیکستان و همه ملت‌های فارسی زبان در منطقه تبریک عرض میکنم. البته آنچه که ارتباط میگیره به این که چقدر مهم است که شخصیت‌های فرهنگی مخصوصاً انجمن‌های فرهنگی، انجمن‌های ادبی فراتر از کشورهای منطقه به ویژه در کشورهای غربی اینا مسئولیت دارند که در انتقال فرهنگ و اصالت فرهنگی حوزه تمدنی به نسل امروز و به نسل بعدی نقش مثبت را بازی بکنند. خوشبختانه در این سالهای اخیر تجلیل نوروز به عنوان یک جشن بین المللی در کشورهای غربی را در بین جوامع مهاجرین مخصوصاً فارسی زبان و ملت‌های فارسی زبان خیلی زیاد رونق یافته. در کانادا هم از نوروز همه ساله به تاریخ 21 مارس و 20 مارس، مخصوصاً 21 مارس با آغاز سال نو هجری شمسی از این روز تجلیل به عمل می آید
به خصوص مردم و جوانا جمع می شوند، مجالس فرهنگی به مناسبت برگزار میشه و نشست های ادبی برگزار میشه که بدون شک این میتونه که نقش مثبت را در معرفی نوروز، در معرفی پیشینه فرهنگی و ادبی حوزه تمدنی ملت های فارسی زبان و نسل جوان امروز کاملا کمک بکند. در کشوری که شما کار و زندگی دارید تا کجا درباره جشن نوروز بین المللی معلومات کافی دارند؟ در ارتباط به این که چگونه نشست های نوروز مخصوصا نشست های فرهنگی در کشورهای غربی برگزار میشه، تا جایی که من معلومات دارم در وقتی که سال نو میشه و مخصوصا نوروز فراهم میرسه، بیشتر مردم کوشش میکنن که از این فرصت سال نو استفاده بکنن. دید و بازدیدی بین خانواده ها و فامیل ها صورت میگیره. جوانان و مردم بخصوصا خانم ها و جوانان لباس های نو عمدتاً میپوشن و با شادی و خوشی مجالسی به ارتباط به سال نو و نوروز برگزار میکنن به شیوه‌های مختلف، مخصوصا با تهیه 7 میوه و 7 سین و به می ترتیب مجلس ها ایجاد میکنن و در عین زمان مجالس شعرخوانی، مجالس ادبی برگزار میشه. به شکل بسیار گسترده در این سالها جامعه مهاجرین متعلق به حوزه زبان فارسی نوروز گرامی می‌دارن و نوروز به شکل بسیار خوبش تجلیل میکنن. خوشبختانه کانادا یک کشوری است که عمدتاً جامعه چند فرهنگی است. تکثرگرایی و احترام به فرهنگ‌های مردم نقش بسیار عمده در سیاست‌های حکومت کانادا داره و همه ساله با فرارسیدن نوروز دولت کانادا، نخست وزیر کانادا هم پیام به مردم مخصوصاً با فارسی زبان‌ها ارائه میکنه و تأکیدش است که جشن نوروز با موشیوهای سنتیش برگزار شد و حتی مقامات حکومتی هم در برنامه ها و نشست هایی که به مناسبت سال نو و نوروز در کانادا برگزار میشه شرکت میکنن. و شما میدانید که نوروز و گرامی داشت نوروز هم ثبت سازمان علمی فرهنگی یونسکو شده و این جشن نوروز یک جشن بین المللی است و در این سالها به طور بسیار باشکوهی در کشورهای مختلف به خصوص در غرب نوروز تجلیل میشه. به فکر شما کدام آیین‌های خاص نوروز است که بیشتر جهانیان را شیفته کرده است و جغرافیای این جشن فراتر از مرزها رفته است؟ در این سالها نقش بسیار قابل توجه را در برگزاری نوروز، در جشن نوروز مخصوصاً تاجیکستان داشته. تاجیکستان، رئیس جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رحمان با برگزاری جشن‌های نوروز تلاش کردند که پیام صلح و دوستی را به کشورهای منطقه و جهان ارسال بکنند و در واقع این میتونه که خیلی کمک بکنه به معرفی به جشن‌های نوروز و نشان میدهد که نوروز امروز نه تنها در کشورهای منطقه بلکه در سراسر کشورهای جهان برگزار میشه و خوشبختانه هم سازمان علمی فرهنگی یونسکو هم نوروز به عنوان یک جشن بسیار باستانی ثبت کرده و به رسمیت میشناسه. آنچه که به برداشت ما
میتونه به شکوه و به جلای بیشتری این مناسبت بیافزاید، همه ساله برگزاریش است و در عین زمان باید به این مناسبت نشست های فرهنگی و نشست های علمی برگزار شود و پیام نوروز عمدتاً که پیام صلح است، پیامی است که ما با یک فکر نو، با یک فکر جدید پس از هر سال، مخصوصا در نخستین روزهای سال زندگی بکنیم. باید به این مناسبت کارهای بیشتر صورت بگیرد. تنها برگزاری جشنها کافی نیست، میتونه که اهمیت داشته باشه. کشورهای منطقه که عمدتاً از مناسبت نوروز به شکل بسیار گسترده جشن میگیرن، اما من فکر میکنم که اگر ما به دنبالی باشیم که این جشن بیشتر معرفی شود به نسل‌های امروز و نسل‌های بعدی، مخصوصا به کشورهای مختلف، باید به این مناسبت در کنار جشن‌هایی که برگزار میشه نشست‌های علمی، نشست‌های ادبی، نشست‌های فرهنگی را هم داشته باشیم. شخصیت‌های علمی، شخصیت‌های فرهنگی فرصت داشته باشند، صحبت بکنن و پیام نوروز به جهان انتقال بدن. با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مرکز بین المللی نوروز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه تأسیس داده می شود. با اندیشه شما همچون پژوهشگر تأسیس این مرکز در روندهای پرتضاد زمان جهانی شوی آن برای حفظ اصالت ملی و مستحکم نمودن خاطره تاریخی ما فارسی زبانها تا کجا نقشی کلیدی خواهد داشت؟ مرحمت. در ارتباط به سوال شما باید عرض بکنم که تأسیس مرکزی بین المللی نوروز به ابتکار جناب عالی رئیس جمهوری تاجیکستان یک اقدام بسیار ارزنده، بجا و علمی است، در شرایطی که جهان با روندهای پیچیده جهانی شدن روبرو است. تأسیس چنین مرکزی بدون شک میتواند در حفظ هویت فرهنگی و اصالت ملی نقش بسیار سازنده‌ای را ایفا بکند. نوروز تنها به جشنها خلاصه نمیشه. نوروز بدون شک بخشی از حافظه تاریخی و میراث مشترک ملت‌های فارسی زبان در منطقه است. در ارتباط به جشن قدیمی و باستانی بحث‌های بسیار مرتبط داشته باشند. در کانادا همه ساله در شروع سال، در همه سال در تاریخ 20 یا 21 مارچ با فرارسیدن سال نو از نوروز به شکل بسیار گسترده مردمانی مرتبط با حوزه زبان فارسی و تمدن فارسی این جشن با شکوه برگزار میکنن و از طرف دیگر کانادا یک کشوری هست که چند فرهنگی و تکثرگرایی در این کشور نقش بسیار عمده داره و حکومت دولت کانادا همیشه تلاش کرده که با یک رویکرد مثبت فضای بسیار بازه به مردمانی که مرتبط هستند به فرهنگ‌های مختلفی فرصت بودن و شرایط فراهم بکنن که اونا از جشن‌هایی که مرتبط است با فرهنگشان، با تمدنشان با شکوه برگزار بکنن، که خوشبختانه هم سال نوروز در کانادا هم در آغاز سال با فرارسیدن سال نو برگزار میشه. ما هم در سطح در واقع انجمن‌های فرهنگی و ادبی که داریم این روز سال نو با شکوه همه سال برگزار میکنیم. در فرآورد برنامه میخواستم تمنیات نیک شما را به کل فارسی زبانان جهان و دیگر مردمان کشورهای حوزه نوروز داشته باشیم. مرحمت. فرارسیدن
نوروز باستان و سال نو به مردم شریف تاجیکستان و همه ملت های فارسی زبان در منطقه تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال سرشار از صلح و برادری، وحدت و همدلی در بین مردمان حوزه فرهنگی و تمدنی منطقه نوروز باشد. برنامه نوبتی جهان در جهان‌نما بود منظور شما. با تحلیل یک موضوع دیگر در برنامه نوبتی با شما دیدار خواهیم داشت. شب و روزتان خوش.